بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم خانم ها آقایان محترم، هم نفسای نازنین، دوست داشتنی و همیشگی برنامه یاد خدا. الهی که حالتون خوب باشه، یاد خدا هم نشین همه لحظات زندگی شما و ما باشه انشاءالله. خدا کنه که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه خودتون رو تماشا بکنید و مثل شنبه گذشته این برنامه ما هم اختصاص داره به دعاهای صحیفه سجادیه. میخوایم دعای پنجم صحیفه شریف سجادیه رو باشه قدری آشنا بشیم. همونطور که هفته قبلا وعده کرده بودیم، اگه یادتون باشه بلد راهمون هم توی این مسیر آیت الله تحریری عزیز و گرانقدر هستن که قدم به چشم من گذاشتن. یک کوچولو بریم و برگردیم گفتگومون رو با هم شروع میکنیم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. استاد عزیزم آیت الله تحریری، خیلی خوش آمدید. علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم به حضرت علی و جمیع بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشاءالله که بتوانیم از معارف القا شده ای از جانب حضرت سجاد علیه السلام در صحیفه مبارکه بهره های خوبی داشته باشیم. الهی آمین، الهی آمین، به برکت تبیین شما انشاءالله. خب ما هفته گذشته رو کلا درباره خود جایگاه و اهمیت و محتوای کلی صحیفه سجادیه و اینها از شما شنیدیم و خیلی هم استفاده کردیم. قرار گذاشتیم که این نوبت دعای پنجم صحیفه شریف سجادیه رو قدری باش آشنا بشیم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. بحث از دعا همونطور که در جلسه گذشته به گوشه ای از آن پرداخته شد، دعاهای شریفه سجادیه جنبه های مختلفی رو به حال داره و برای هر دعا به لحاظ مضمونی که صادر شده یه عنوانی داره. بله. عنوان دعای پنجم این است که برای به حال دعا برای خودشون و برای محبین از اهل اسلام و گروندگان به اهل اسلام حضرت این دعا رو کردن. این چیزهایی رو که انسان به طور کلی در زندگانی دنیایی به آن نیاز داره، اینها از خدای متعال طلب شده و تنها منحصر به خودشون نیست، برای مؤمنین دیگر هم این خلاصه مطالب خواسته شده که این یه نکته رو به ما راهنمایی میکنه که همواره سعی کنیم در خوبی ها و رسیدن به خوبی ها دیگران رو هم شرکت بدیم، هم در دعا کردن و هم در واقع که در واقع از کردیم این دعا راهنمود به عمل کرده ماست که در زندگانی عملی چگونه باشی. این چگونه بودن را و چگونه شدن را در دعا به انواع مختلف بیان میشه. درست. منتها همونطور که در جلسه گذشته عرض شد، دعا دو چهره داره، یک چهره باطنی و واقعی و اون که ما خدای متعال رو به کمالات گوناگون بشناسیم و این رو اظهار بکنیم که برای اون معرفت ماست به خدا که چیزی میخوایم تقاضا بکنیم بی معرفت نباشیم. از این نظر در روابط اجتماعی و اینها گفتن که وقتی که کسی به انسان لطفی میکنه، انسان بشناسه اون لطف را و از اون شخص بدانه و این معرفت قلبی
بالاتر از اظهار زبانی که این شناسایی نعمت شناس و صاحب نعمت را بشناسیم. این خیلی مهمه که شکر قلبی گفته شده. لذا در دعای پنجم هم در چند فراز امام سجاد علیه السلام این جنبه رو بیان میکنن. این دعا 15 فراز داره که ما البته جزئیاتشو نمیرسیم بحث بکنیم، قسمتش میکنیم که اون آشنایی با این دعا برامون حاصل بشه. بینندگان و شنوندگان عزیز وقتی روح که کلی دعا مراجعه میکنیم بدانیم که این دعا چه قسمت هایی داره و چه معارفی رو به ما القا میکنه. اول اینکه عجائب خلقت الهی تمام نمیشه. دوم اینکه خزائن رحمت الهی نابود نمیشه. سوم اینکه حاکمیت خدای متعال در عالم زمانمند نیست که از یک زمانی شروع شده باشه در یک زمانی تمام بشه. و به هر حال سوم این که چهارم این که به ما القا میکنن که ما ارتباط قلبی با خدای متعال میتوانیم داشته باشیم که اون باورهامون رو با این معارف نسبت به خدای متعال هی اصلاح بکنیم و قوی بکنیم. اول تصحیحش بکنیم و بعدش هم تقویتش بکنیم و خدای متعال رو به هر حال ما با قلب ارتباط برقرار میکنیم، نه با حواس، مخصوصا با چشم. و او چون فراز ششمش این میشه که چون او کمال مطلقه امور برای او آسانه کوچکه. چون در مقام خواستن این معرفت ها رو ما باید داشته باشیم. وقتی که در این روابط اجتماعی من میخوام از کسی چیزی بخوام، کسی که اصلا با اون کار با اون نیاز اصلا رابطه ای نداره، نه آگاهی داره نه توان داره، اصلا سراغش نمیره. خب بنابراین این نکته رو به ما القا میکنن تو دعاها، تو اینجا همچنین که او برآورده کردن حوائج براش آسانه. منتها آیا هر نیازی رو برآورده میکنه یا نه، اون به شرایطی در ما وابستگی نداره یا داره، اون یه بحث دیگه است. از جانب او برای محدودیت نیست. اگر به هر حال برآورده نمیشه سریعا دعای ما، فتی رو میطلبه که باز ما بریم سراغ معرفت و اساس فعالیت واقعی انسان تو این عالم به معرفته، مخصوصا معرفت با ذات اقدس الهی و کمالات خدا و روابطی که تو عالم برقرار کرده خدای متعال. این روابط رو به اندازه ظرفیت خودمون درکش بکنیم. حتی شنیدم تا این حد که اون آیه ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون رو الا لیعرفون تفسیر کردن. بله. یعنی عبودیت با معرفت همراهه. در یه آیه شریفه بیان میکنه که این کل من فی السماوات و الارض الا آتی الرحمن عبد، همه موجودات در برابر خدای متعال اظهار عبودیت میکنه. این اظهار عبودیت با خضوع و سجده و تسبیح و تحمید همراهه. در آیاتی ما ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. خب
این تسبیح و تحمید رو برای همه موجودات نسبت به خدای متعال اثبات میکنه. این تسبیح یک و تقدیس یک درک خاصی رو میطلبه، حالا که ما اون حقیقت اون درک نکنیم. لذا در آیه 41 سوره نور کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه موجودات خضوع در برابر خدا را میدانند و تسبیح خدا رو میدانند، لکه ما اون تسبیح رو درک نمی کنیم. البته خب کسانی میتوانند اون سطح معرفتشون عمیق بشه، به اون مرتبه از درک ها برسن. لکن صحبت بنده با این مسائل این است که این چرا لیعبدون لیعرفون تعبیر شده، با اینکه همه موجودات در حال عبودیت دارن، همه موجودات به نوعی نسبت به این عبودیتشون با این آیه آگاهی دارن. بله. این شاید اینطور باشه که عبودیت انسان یه عبودیت خاصه که تو خاص ما خلقت الجن و الانس، انسان و جن یه دستگاه ادراکی خاصی دارن نسبت به خدای متعال، نسبت به حال ارتباطات با این عالم، از بقیه مخلوقات در درجه بالاتر هستن. از این نظر این لیعرفون تعریف شده که مرتبه عبودیت و مرتبه معرفت قابل قیاس با داشته باشه اونا ندارن. اونها وجودات نوری هستن که وجودشون عین معرفته، که از اون به معرفت حضوری تعبیر میشه، شهودی تعبیر میشه. اما انسان هم معرفت حضوری و شهودی نسبت به خدای متعال که مربوط به قلب میشه میتواند داشته باشه، و هم معرفت عقلانی میتواند داشته باشه که الان در مباحث معرفتی، معرفت شناسی، مباحث کلامی، فلسفی، اینها همش ما با این قسم از معرفت مرتبط هستیم. معرفت‌های مفهومی، استدلالی و امثال این. داشتم فکر کردم این همه توضیح شما راجع به این معارف با توجه به بخش‌هایی از آیات قرآن کریم که برگرفته از این دعا شد نشون میده که دعای امام چهارم، حالا همین دعای پنجم، این بخشش چه ژرفایی داره. همین یه تیکش، حالا کل صحیفه سجاده بذاریم کنار که چه اقیانوس مواجی است، واقعا چه در هم تنیدگی با قرآن داره، کلام وحی داره که پیشترم فرمودیم. و الحمدلله رب العالمین که این فرصت فراهم ما استفاده بکنیم و لذت ببریم. با اجازه شما بریم و برگردیم بپردازیم به فرازهای دیگه دعای پنجم صحیفه شریف سجادیه که فرمودن 15 قسمت داره. بفرمایید خواهش دعای پنجم صحیفه سجادیه. صحیفه شریف سجادیه این اثر ماندگار از حضرت زینت عبادت کنندگان حضرت سید الساجدین علیه السلام توسط استاد عزیزم آیت الله طاهری در خدمت. ولی از شد که این دعا برای درخواست اون چیزهایی است که انسان نیاز بهش داره. خب ما نیازهای بیشماری نسبت به فعالیت‌های گوناگون زندگیمون داریم، از ابتدای تولدمون تا آخر. در این دعا اون کلیات مورد توجه، لذا باید اون قالب دعا روشن باشه، وقت بینندگان توقع اون معنا رو با این بیان ما نداشته باشن. یکی از اون تقاضاها این است که ما در روابط گوناگون اجتماعی به هر حال از دیگران چیزهایی طلب میکنیم و گاهی به هر حال نگرانی داریم که وقتی ارتباطی برقرار میکنیم نکنه تقاضای ما رو رد بکنن. بله. اون نکته‌ای که عرض کردیم که حضرت مورد توجه قرار میدند این است که ما در همه شؤون دست خدا را به هر حال حاضر ببینیم و دعا این رو به ما نشون میده که
در عین حالی که فعالیت‌های گوناگون به هر حال در زندگانی دنیایی و یا جنبه‌های معنوی رو انجام میدیم، کار دینی رو انجام میدیم، نکنه به هر حال این توهم بیاد که ما از افاضه خدا جدا هستیم. این به هر حال منطق مهم قرآن و مکتب اهل بیت علیهم السلام است که در فرمایشاتشون و در دعاها مورد توجه قرار میگیره. لذا این نکات به هر حال بهش توجه داده میشه که ما در روابطمون وقتی که به هر حال من میام نونوایی نون میخوام، به هر حال دست نیاز دراز میکنم دیگه، و همینطور خدای من طوری بشم که در این ارتباط از تو غافل نباشم، از اینکه از او چیزی میگیرم او رو دهنده مستقل ندانم، وسیله است. وسیله. اگر رفتم و کسی تقاضام رو برآورده نکرد، او رو تنها مانع در این کار نبینم. خب حتما اینجا یک مصلحتی بوده به این. البته وظایف سر جاشه ها. اگر کسی به هر حال در جایی است که باید خیری برسونه، اگر نرسونه اون مؤاخذه میشه. همینطور. اما سوال سر این که حالا که من رفتم و این شخص وظیفه‌شو انجام نداد، من دیگه از خدا مستغنی هستم؟ نه. در این چه در مقام رسیدنها و چه در مقام نرسیدنها توجه هم از خدا نباید قطع بشه. ما از او چیزی رو میخوایم اما حواسمون باشه که ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینا وسیله. ما اگر از این مجراست ولی دهنده و در واقع بخشنده کسی دیگه است. تو این دعا یک مسائلی از این قبیل توجهات آمده که ما اون جنبه های توحیدیمون رو خلاصه ازش غفلت نکنیم. و یکی از مسائلی که تو اینجا مطرح میشه این است که خب زندگانی دنیا یک آسیب‌هایی داره، استکاکاتی هست دیگه. گاهی دو تا انسان افکارشون با هم دیگه استکاک داره، منافع یکدیگر با هم دیگه استکاک داره و همینطور امور ناگوار طبیعی برای انسان پیدا میشه. در همه اینا این خلاصه دعا ما رو متوجه این معنا میکنه که ما خودمون تحت حفظ خدا قرار بدیم. اینطور نباشه که حالا من به مشکلات برخورد میکنم، خودم را خلاصه یک قوه مستقل ببینم در دفع مشکلات، او رو کافی بدانم. وکفنا حد نوائب الدهر. این توجه میدن که روزگار این گرفتاری ها رو داره، ما چشمون رو باز بکنیم، آماده باشیم به هر حال در برخوردهای انسانی به مشکلاتی ممکنه برخورد با همه انسانی که یه نواخت نیستن که همه که نمیخوان خیر برسونن، بعضیا به حال نمیخوان خیر برسونن، بخیلن. خب وقتی بخل میبرزه من میرم طرفش، آسیب میرسونه من. و همینطور بعضیا حسودن و امثال این مسائل هست. توجه میده این گرفتاری ها هست، در این گرفتاری ها از او من غافل نباشم که اگر به این مشکل برخورد کردن اینطور نیست که این مشکل برطرف شدنی نیست و اگرم آمده حتما یه خیراتی درش هست. به غرض اینه که حالا این امور رو در قالب دعا به ما یاد میدن که توجه داشته باشیم که اگر هر حال ارتباطی برقرار کردیم به چیزی رسیدیم، باز این رو من همه کاره ندونم. فرمودن باید جایگاه رو حفظش بکنم.
اما اون مستقل در این نیست. بینابین این دیدگاه خیلی عمیقیه که میگن لا جبر ولا تفویض، نه جبر نه تفویض. جبر یعنی اینکه این چهار است، تفویض یعنی همه کاره. نه خیر، این شی، این آب رفع تشنگی میکنه اما رفع تشنگی خدا درش قرار داده. لذا فرمودن وقتی میخوای بخوری بسم الله بگو، با تکیه بگو. وقتی خوردی و سیراب شدی الحمدلله بگو. خب این رفع تشنگی میکنه، یعنی خدا رافع تشنگی به واسطه این. در ارتباطات بیشمار اجتماعی این دیدگاه رو ما یاد میدن که ما برای توجه داشته باشیم، هم خودم این گونه باشم و هم مؤمنان دیگر این گونه باشم. خب اگه اون دید توحیدی ایمانی در زندگی برای انسان تا یه حدی برحال عینی شده باشه، خیلی مشکلات حل میشه. مشکلات روحی روانی عمدتاً به جهت غفلت از حضور خدای متعال و دخالت خدای متعال در امور عالم است. این یه قواعد کلی است که با تحلیل فضائل یا رذائل به این نکات ما میرسیم که این دعاها این واقعیات رو به ما نشون میدن. خیلی ممنونم استاد تحریری عزیز. خدا کنه که این معارف خیلی خیلی تعالی بخشی که در ادعیه معصومین از جمله صحیفه شریف سجادیه هست تو قلب ما بنشینه و تبدیل بشه به عمل و رفتار. به قول شما اون وقتی که عینیت پیدا بکنه، اون وقت طعم خوشش رو همه مردم دنیا میچشن و در زندگیامون تو مسیر کمال و رشد و تعالی قرار میگیریم. خیلی خیلی استفاده کردم مثل هفته گذشته، مثل همیشه. اجرتون با امام چهارم امامه نداریم. موفق باشید، محبت دارید، زنده باشید. خیلی ممنونم که برنامه خودتون رو تماشا کردین. فکر میکنم برنامه بعد هفته آینده دعای هفتم صحیفه سجادیه رو انشالله مروری خواهیم کرد در حد بضاعت زمانی برنامه. مراقب خودتون و خوبیاتون باشین. التماس دعا یا حق. خداحافظ.